سرراستی اون کسی هم که میاد دیلم میندازه لای در خونه من، مشت میکوبه و میبینه من تو خونم، لگد میزنه به درب خونه من و مشت میکوبه چشمی من. اینم عرض دو باشه. پرونده ما رو دادین آگاهی، دزدیه بره آگاهی. چه پروسه‌ای عجب غریبی داریم. اگه همین الان من یه فوش بدم در مقامات و سیاست، همین 10 دقیقه بعد درب خونه همین کت بسته منو بردین. آقا با لگد داشتن میبردن تو خونه یه زن، اصلا براتون اهمیت نداره؟ نه خیلی باحالی، خیلی باحالی. من الان بگم زن زندگی آزادی منو تشریف بفرمایید، ما اشتباهی شما رو